عشق تو دل من یه بار بیا سراغ من منزله وفا کن ترک یفا کن این عشقم رو از دل صدا کن ترانه دلم تو یگانه دلم یای تو دل من گو خانه دلم دخترکی خوشگلم روی مثل گلی لاله با تو هوای عشقم مثل بارون می شود منزل به یادت هوای پوسیده دارم یه کتاب راز و درد نگفته دارم بیا بیا دست تو میگیرم خوابم نمیبره وقتی تو رو نبینم ترانه دلم تو یگانه دلم یای تو دل من گو خانه دلم دخترکی خوشگلم رویت مثل گلی لاله با تو هوای عشق مثل بارون می شود واتسابت کودشته برای تو آوردم اما یارم یه لحظه به سمت من نگاه کرد بیا تو عزیزم زشق تو مریضم درش رو بروی باز میکنم حبیبم ترانه دلم تو یگانه دلم یای تو دل من گو خانه دارم دختر که خوشگلم بیت مثل گلی لاله با تو همه عشقم مثل بارون میشود جونم خوشگلم جونم جونم خوشگلم جونم جونم جونم
جونم خوشگلم جونم خوشگلم عشق تو دل من یه بار بیا سراغ من منزله آخ وفا کن ترک وفا کن آخ این عشقم رو از دل صدا کن ترانه دلم تو یگانه دلم یای تو دل من گلخانه دلم دخترکی خوشگلم رویت مثل گلی لاله با تو هوای عشقم مثل بارون میشود بگیرم خامم نمیبره وقتی تو رو نبینم ترانه دلم تو یگانه دلم یای تو دل من گلخانه دلم دخترکی خوشگلم رویت مثل گلی لاله با تو هوای عشقم مثل بارون میشود سبت بول دسته برای تو آوردم همه یارم یه لحظه به سمت من نگاه کرد بیا تو عزیزم از عشق تو مریضم در عشق رو برویت باز میکنم حبیبم ترانه دلم تو یگانه دلم یای تو دل من گلخانه دلم دخترکی خوشگلم رویت مثل گلی لاله با تو هوای عشقم مثل بارون میشود بالا گردونی من باشی همیشه جدا از تو دلم آروم نمیشه تمامی عمری من بنده نفس هایت با قلبی من زده عشقت رو ریشه گلم جونم عزیزی عثمانی توی تنها امیدی زندگانی خدا عمر مرا بخشد به جانت بگیره جانی من تو بمانی
مادرم بالا عطری بهار است دلی من از عشقی پاکت بقرار است نباشی تو شب تاریک و خاموش همه خورشید و ماه Sometimes AI-generated text, or even our own writing when you're trying to sound formal, can come across as stiff or robotic. That's where the Humanizer comes in. Once you've signed in, click on New Doc, and that'll open up the Grammarly editor. Here's a super formal sentence. That's a mouthful. Let's click on the Humanizer. Watch how it now rewrites all of the text. Instead of sounding like a press release, it now sounds like something that's much friendlier, much more natural, and it matches the kind of voice you'd actually want to send customers of a cookie company. So let's click on accept, and there it rewrites my text. I like that much more. Another cool feature here is that you're not just limited to these preset voices. You could actually create your own custom voice. That way, instead of sounding just generic, your emails and documents will always sound just like you. Level up your productivity and get Grammarly today. मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर گوش کن این قصه من است نه افسانه نه کنو تو زدی مرا مثل دشمن از قفو کردی تو سرد بود دیدم شد سیاه پرتافتی رفتی حتی نزدی زنگ بیمارستان نه تنها من جسم و جان मैं तेरे इश्क में मर
پیلا گفتی تو ترسی لیکن نمیدونی درونی من چی هستی من خاموش بودم فکری خونه در سر مادرم پدرم آینده دیگه فکر کردم اگر جنگ کنم باز کی میماند برای آنها برای روز من صبر کردم این ضعیف نبود این عقل بود کی در دل بود मैं तेरे इश्क में मरना जाऊं कहीं तू मुझे आज़माने की कोशिश تو میگفتی من سستم نه برادر خطا من آرومم اما دلم مثل آتش زد و همه فکر میکنند من چیزی نمیگویم ولی در این کوچه خو حقیقت رو میخونه اگر من یک چیز میکردم با تو باور کن میرفتی شکایت زود میگفتی کمک میگفتی نجات یا لوکی مرد است بگو راست मैं तेरे इश्क में मरना जाऊं कहीं तू मुझे आज़माने की कोशिश مربوش اگر گفتی سخن از پشت نبر بیا رو برو رو این زندگی چمپیونت نیست لیکن هر دست امتحان میدهد دوست هر زخم درز دود با من کی واقعی کی دروغ در این زمان بغلان من دیگر همان نیستم می هر قدمم حساب شده تو گفتی ترسم من خاموش شدم برای من صبر و انتخاب کردم امروز میخوانم صدایم بلند این رباس این حقیقت این دم मैं तेरे इश्क में मरना जाऊं कहीं तू मुझे आज़माने की कोशिश ना DJ Eyes मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं तू मुझे आज़माने की کوشش نه मैं तेरे इश्क में मरना जाऊं कहीं तू मुझे आज़माने की कोशिश ना कर گوش کن گوشش تاجیک من تاجیک گوش کن این قصه‌ی من است. گوش کن گوش کن گوش کن این قصه من است ما افسانه نکیلا گوش کن این قصه मैं तेरे इश्क में मरना जाऊं कहीं तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर گوش کن این قصه من است نه افسانه نه کینو
زده مرو مثل دشمن از قفا کردی تو سرد بود دیلم شد سیاه پرتفتی رفتی حتی نزدی زنگ بیمارستان نه تنها من جسم و جان मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं तू मुझे आजमाने की कोशिश ना कर گفتی ترپیلر گفتی تو ترسی لیکن نمیدونی درونی من چی هستی من خاموش بودم فکری خانه در سر مادرم پدرم آینده دیگر فکر کردم اگر جنگ کنم باز که میماند برای آنها برای راز من صبر کردم این ضعف نبود این عقل بود کی در دل بود मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं तू मुझे आजमाने की कोशिश ना جی تو میگفتی من سوستم نه برادر خطا من آرامم اما دلم مثل آتش صدا اما فکر میکنند من چیزی نمیگویم ولی در این کوچه ها حقیقت رو میخوانم اگر من یک چیز میکردم با تو باور کن میرفتی شکایت زود میگفتی کمک میگفتی نجات یالا که مرد است بگو راست मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं तुझे आजमाने की कोशिश ना جی مرد باش اگر گفتی سخن از پشت نبر بیا رو برو رفت این زندگی چمپیونات نیست لیکن هر قصد امتحان میدهد دوست هر زخم درس داد با من کی واقعی کی دروغ در این زمان من دیگر همان نیستم نه هر قدمم حساب شده به غلط تو گفتی تازیک درسم من خاموش شدم برای اویلم صبر رو انتخاب کردم امروز میخوانم صدایم بلند این رپ است این حقیقت این بات मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं तू मुझे आजमाने की कोशिश ना कर تاجیک من تاجیک تاجیک من تاجیک من تاجیک 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 من O işi ne yaptın? Ne yapayım? Sohbet bahane, kahve şahane. Her zaman lezzetli, mis gibi kahvesiyle çok seven insanların şeli hep ileride. مسافر از تویم دور مادریانم بیا نوری دل آرامی قلب گل گلدانه بیا از تو دورم من
چه مجبور تو چه دوری از منه نام تو باشد همیشه بر زبان یا دارم اللهیت دایم همه باشد بگوش ای فرشته ای گلی من قلبی من باشد بجوش تو ببینم روی تو ماندست رو جای دراز من با دل دارم همه با یادی تو راز و نیاز مادر جان یادت کردم مادر جان فریاد کردم یک تو دوری از بری من مادر جان یادت کردم میرسد روزی مسافر نزدی تویم بابا دیستم با بادم و مهرو شادی های بر بابا این زمان من در غمی تو چشم نپوشم تا سهر مادر جان نامی تو باشد مرا ای همسفر مادر جان یادت کردم مادر جان فریاد کردم لیک تو دوری از بلی من مادر جان یادت کردم مادر جان یادت کردم مادر جان